سلام علیکم. در استودیو با شما شوکتی محمد هستم. برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را برایتان تقدیم می کنم. حالا توجه کنید به سرخط موضوعهای امروزه. با تاجیکستان یک شمن نمی رسید. فرهاد رحیمی تابستان امسال طلب باران خواهد کرد. تاجیکستان در یک سال بیش از 250 کارخانه صنعتی را از دست داد. در زندان یابان یک محبوس در اثر شکنجه جان داده است. محمد سعید عبیداللهیف اکنون وقتی به نفقه روی آمدن فهمیده است که منصبداران تاجیکستان در فساد دست دارند. فرهاد رحیمی پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان تصمیم گرفته است تابستان امسال مردم را برای طلب باران به تجلیل یک جشن دیگر برآورد. فرهاد رحیمی گفت از سال جاری ساکنان تاجیکستان یک عید دیگر را تجلیل خواهند کرد. عالم رقمی یکی تاجیکستان در نشست خبریش که امروز 10 فوریه برگزار گردید اعلان کرد من بعد همه ساله در فصل تابستان جشن تیرگان یا دعوت باران برگزار کرده می شود. فرهاد رحیمی تصمیم برگزاری جشن نو را ادامه منطقی جشن‌های مهرگان، صدف و نوروز خواند و گفت آن به منظوری یگانگی انسان و طبیعت تجلیل می شود. رهبری عالمان تاجیک وظیفه شمن باران طلب را به دوش گرفته است اطلاع داد که در فصل تابستان کشاورزان در کشتکار با کمبودی آب روبرو هستند و دعوت باران به خاطر حل این مشکل است. چند سال آخر مقامات تاجیکستان جشن عیدهای اسلامی را محدود ساخته به جشنهای قبل از اسلام مثل نوروز و مهرگان و صدف توجه بیشتر ظاهر می کند. عید دوستداری مقامات با عیدهای قبل از اسلامی محدود نمی شود و عیدهای دیگر بخشیده به میوه و سبزوات نیز مثل عید کدو و خربوزه و تربوز و زردآلو نیز کشف کردند. خود عید بادرنگ و پمیدار نیز در نوبت است. فرهاد رحیمی این بنده خدا پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان است. دقت دهید. یعنی سرداری عالمترین عالمان کشور. جای آن که از اختراع حداقل یک چرخ ولسیپد خبر دهد درباره عید نو حرف میزند و درباره طلب باران شمن. عید کدو و انگور و پمیدار و بادرنگ کم بود، اکنون عید شمن به میان می آید. عید شمن. شما آیا بار شنیده اید که اکادمی زیر رهبری این آدم فرهاد رحیمی در این 27 سال که از بودجه دولت معاش میگیرد یگان چیز اختراع کرده است یا نه؟ کسی شنیده است؟ حتی یک قیچی این اکادمی اختراع نکرده است که اقلا پیشوایشان با قیچی وطنی لنته سرتراشخانه و نمیدونم سیخ دوزندگی و تالار و دیگر و هاکذاها را ببرد. یادتان باشد همین فرهاد رحیمی هنوز 8 ژانویه سال 2015 در نشست مطبوعاتی اکادمی علوم اقرار شده بود که هیئت کادری اکادمی علم‌ها اکثریت پیر شده است و سن میانه استادان عنوان علمی دار در اکادمی از 58 ساله بالا می باشد. حالا از این گپ 5 سال گذشت. در این میان چند نهانی و پنهانی چکیست و پارتیزان به این اکادمی همراه شد. آنها هم یک پایشان لبی گور امر پیشوا را انتظارند که کی به نفقه گسیل میکند.
مگر اکادمیا جای نفرانی انتظار نفقه است؟ یا در اکادمی علوم می باید دست به اختراعات و نوآوری زد؟ مگر همین اختراعی ایدی شمنی یا به تل و تپه برآمده نحوکشان طلب باران کردن زیبنده پرزیدنت اکادمی علوم تاجیکستان است؟ من به رئیس جمهور یک پیشنهاد دارم. اگر سیاست جوانگریتان تنها با رستم جان محدود نباشد، با پیروی از دوستتان گربنگلی بردی محمدوف اکادمی علمی را برهم دهید و نه فقط به فرهاد رحیمی، به همه عالمان این اکادمی یکتاگی طلبک تقسیم کرده به کوه پشتوا سر دهید. طلب باران کرده گردند. حتما این پیرکی های از دنیا دل مانده در کوه در حیاه کنان دنبره زده گردند. باور کنید همین کار از اینکه در اکادمی قرطبازی شахمات بازی کرده شیشته پول بوجه را خورند فایده آورتر است. برنامه ما ادامه دارد. حالا از چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم صفیه گزارش می‌دهد. در مؤسسه اصلاحی سدراب 6 واقع در ناحیه یابان یک محبوس بر اثر شکنجه 3 کارمند همین مؤسسه کشته شده است. طبق اطلاع یک زندانی که توانست با رادیوی پیام تماس گیرد، هفته قبل در زندان نظامش عمومی یابان 3 زندانبان محبوس را وحشیانه شکنجه کردند و در نتیجه محبوس زیر شکنجه جانش را از دست داده است. نام و نسب محبوس هنوز مشخص نشده است، اما گفته می شود ساکن شهر خوجند می باشد. در همین حال منبع رادیوی پیام نام شکنجهگران را ذکر کرد که آنها سفری غرمی، معاون سردار مؤسسه اصلاحی سدراب 6، زندانبان فروخ یابانی، زندانبان سالیف دلشاد می باشند که دوی اول را منبع ما نتوانست نسبشان را مشخص کند. گفته می شود سبب شکنجه پرداخت نشدن مبلغ دالیه هر ماهه معاون سردار بوده است. مؤسسه اصلاحاتی نظامش عمومی یابان یکی از سبکترین محبس‌های تاجیکستان به شمار می رود. اما شکنجه و لطوکوب و گاه قتل زندانی‌ها نیز در این زندان از زندان‌های دیگر کمتر نیست. قبلا پیام معلومات پراکنده درباره یک زندانبان وحشی این مؤسسه اصلاحاتی با نام عبید خوجندیف دریافت کرده بود. خوجندیف را یکی از بی‌رحم‌ترین زندانبان‌های مؤسسه اصلاحی سدراب 6 می‌دانند که برای ستانیدن پول بیشتر قادر به هر وحشانیت‌هایی بوده است. طبق اطلاع منابع پیام، خوجندیف حالا از کار رانده شده به تکثیرانی مشغول است. سال 2019 در تاجیکستان 149 کارخانه صنعتی فعالیت خود را قطع کردند. این شمار می توانست نزدیک 200 عدد باشد، چون 45 کارخانه دیگر بنابر مفلسی در مرحله برهمدهی قرار دارند. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی امروزش وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی کشور زرابیدین فیض‌الله‌زاده خبر داد. با گفت فیض‌الله‌زاده 29 کارخانه صنعتی دیگر بر رقابت در بازار تاب نآورده هیچ محصولات استحصال نکردند. برهمخوری این کارخانه‌ها نیز از احتمال دور نیست. زرابیدین فیض‌الله‌زاده گفت که غیر از این 23 کارخانه به علت فرسوده شوی تجهیزات و 9 کارخانه با سبب دریافت کردن نتوانستن اجازتنامه برای استخراج کندنی‌های فایده‌ناک عمل نکردند. بنا به گزارش وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نوی تاجیکستان، 43 کارخانه با سبب مشکلات مالیوی، قرض‌ها از پرداخت انداز و دیگر پرداخت‌های حتمی به بودجه نتوانستند فعالیت کنند. با گفته وزیر، سال 2019 در تاجیکستان 2184 کارخانه‌های صنعتی وجود داشتند. در گزارش وزیر نهایت چند پیشروی‌های هم ذکر شد. سال گذشته در بخش ماشینسازی 38 عدد کارخانه، صنعت سبک 53 عدد، استحصال مصالح ساختمان 50 عدد، صنعت خوراکواری 62 عدد، صنعت کوهکاری 2 و صنعت استخراج انگشت 1 کارخانه و در عموم 219 کارخانه و کارگاه‌های صنعتی نو به کار درآمدند.
محمد سعید عبیداللهیف رئیس مجلس ملی تاجیکستان میگوید مسئله فسادکاری را در کشور تحلیل کرده است و حزن‌آورش آن است که در این کار منصبداران دولتی دست دارند. او در جلسه اخیر مجلس ملی اظهار داشت در مسئله کروپسیا تاجیکستان در میان 180 دولت موقع 153 را اشغال کرده است که بسا حزن‌آور است. عبیداللهیف گفت از تحلیلی که من انجام دادم از 607 نفر محکوم شده جنایتکار 253 نفری آنها نمایندگان مقامات گوناگون دولتی از جمله سودیه‌ها، کارمندان مقامات سودی، کارهای داخلی و غیره میباشند. رئیس مجلس ملی در خطاب به یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان تاکید کرد که چاره‌بینی‌ها برای ریشه‌کن کردن کروپسیا را تقویت دهد. خیرالله سفرزاده مدیر کل جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برقی آبی روغون و عضو مجلس ملی تاجیکستان در جلسه اخیر پالاتای بالایی پارلمان هدف اجازت برای خصوصی گردانی اموال نیروگاه را شرح داده است. سفرزاده ضمن شرح اجازت‌دهی برای خصوصی گردانی اموال روغون حجم قرضداری نیروگاه روغون را از شرکت‌هایی که مشغول ساختمان این نیروگاه هستند در آغاز سال روان بیش از 1 میلیارد سومانی ارزیابی کرده است. مدیر کل روغون مسئله پرداخت عهده‌داری‌ها در نزد کارشریکان را مسئله حل طلب و تأخیر ناپذیر خوانده است. سفرزاده اطلاع داد از جمله عهده‌داری‌های مالیوی در نزد شرکت‌های پیمانکار، مالرسان و خدمترسانی وطنی و خارجی تا 1 ژانویه سال 2020 در مجموع زیاده از 1 میلیارد سومانی را تشکیل می‌دهد. او افزود مبلغ‌هایی که از حساب کاغذهای قیمتناک دولتی یا خود یوروباندها جلب گردیده بودند پورا خرج شدند. سفرزاده تاکید نمود که ساختمان روغون به مبلغ گذاری معتدل نیاز دارد و فروش برخی اموال آن را موافق مقصد دانست. نیروگاه روغون حالا در توازن دارایی زیاد دارد که قسمی آن نه در محل جایگیر شوی بلکه در دیگر منطقه‌های کشور جایگیرند. مدیر کل توضیح داد که استفاده این دارایی‌ها از روی تعییناتشان غیر امکان می باشد و هر روز خراجات مالیوی را برای نیروگاه به بار آورده ایستادند. سفرزاده هدف اجازت برای خصوصی گردانی را راه اندازی همکاری با سازمان‌های مالیوی وطنی و خارجی گفته از این اقدام بهتر گردیدن مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه را انتظار است. تماشابینان ارجمند به نهایت برنامه امروز رسیدیم. به شبکه ما آبونه شدن و نوشتن نظر خود را فراموش نکنید. پخش تگمه لایک و زنگوله الهام کاری ما و امکاناتی از هر رویداد و حادثه با خبر شدن شما را فراهم می کند. رقم تماس با ما توسط واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام 49 15 16 46 15 947. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.